بچه های این عملیات امروز خیلی مهم است. آنچه در آنجا هست باید به دست آوریم. همه احتیاطکارانه حرکت کنند. کنی زود آماده باشید. ملکه خانم پلیس در راه هست، زود با من بیایید. رشید 50 بار است که زنگ میزنم، چرا جواب نمیدهی؟ وای مشغول بودم. تلفن بی آواز بود. چی شد؟ باز چی هم میشد؟ پلیس محاصره میکند. محاصره؟ چی خیر؟ همین جورا؟ زود باشید، همه چیز را نابود کنید. حاضر اینجا میشوند. بگیره. ثبت ها رو گرفتم میبرایم. این حاصل زحمتی چندین ساله است. وقت نداریم. چیزی که گفتم همان را کنید. این ثبت ها هستی ماست. التماس نرسید. التماس یک طرف است، خلم نرسان. خواهش میکنم نرسید. کنی بس کن. تو چی میخوای که به دست پلیس افتد؟ هیچگاه من با این کار هیچگاه دستور نمیدیم. با من گوش کن رشید، من از تو اجازت نپرسیدم. یا امری دادم رو اجرا میکنی یا با یک تیر کارت رو تمام میکنم، یا با ثبت های یک جوی میسوزی. فهمیدی؟ خیر چیکار کنم؟ همش رو میسوزونیم، دیگر چاره نداریم. کنی زود باشید. در اینجا ثبت هایی هست که برای 1 تا 10 نفر جانشان رو میدهم. خزینه ای سال هاست. زودتر 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 زودتر. این ثبت ها یگانه بندهایی است که آنها رو نگاه میداریم. اینها رو هم گیرید. با پای خودمون خار میخلانیم. همینجا بود. یاد دارم جایی که ملکه را با هم دیدم. پلیس ها آمدن، اطراف را احاطه کردند. شما هر دو نزد در استید. کاری کرده آنها رو نگه داشتن لازم. با ما کمی وقت لازم. مایلش اکنون چیکار میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ انا آمدم. رفت. همه خزینه رفت. التماس نکنید این کارو. دیگر با من
دست نمیرسونی فهمیدی؟ سردارم از درون آوازی تیر آمد. پلیس در را گشایید. زود این رو برداشته اینجا گذارید. زودتر زودتر. درش کنید. زودتر باشید. اطاعت سردار. زودتر زودتر. پلیس در رو میشکند. بچه ها باز هم سخت‌تر. زودتر این در روش کنید. شما از اینجا بر اومده ما رو انتظار شوید. اگر از پیشتون پلیس بر اومد چیکار کردنتون رو میدونید. مایلش. زودتر. شما چی؟ فکری مرا نکنید. شما پلیس ها کاری غیر چشمدار رو دوست می‌دارید. من هم به شما تحفه غیر چشمدار دارم. زودتر بچه ها زودتر آخر. باز هم سخت‌تر. نجیب سردار تو تنها خاکستری خزینه رو به دست میاری. خودی خزینه رو باشد اصل. تیزتر شکنید این در را. حرکت نکن. دستت را بردار. آقا خاموش کن این رو. بمبا! بمبا گریزید! گریزید! شو زودتر. سردارم! آقا زودتر بچه ها گریزید! بمبا! گریزید! زودتر زودتر. سر کپیسر خوب هستید؟ من خوبم. با خزینه دیلم سوخت. اینقدر مهنت کرده بودیم. زحمتی بسیار حیف شد. اکنون چیکار کنیم؟ پراکنده میشویم. روید روید. مایلش. اتینا چی خبر؟ مسئله خزینه رو دیده برآمدید؟ همه رو نیست کردم. چیزی باقی نموند. حتی برد هم کردیم. برد کردید. چی بوده است؟ پاره های جسدی سرداری شعبه نجیب یلمس. اتینا این چی خبری خوش است؟ حاضر ما مجلس بداریم. تو را هم انتظار بشویم. حاضر می آیم. بیا. سردارم. مرحمت جناب.
خوش آمدی پیکاس. خوش باشید. چه خیلید؟ چه خیل باشم، پلیس به خزینه هجوم کرده است. راست میگویید؟ جای خواطری نیست، چون همیشه اتنا چاره کار را دیده برآمد. لیکن نمیدونم، گویا که هر روز کارمان دشوارتر شده ایستاده است. خواطر نشوید، متحدتر میگردیم. این دولت یک صاحب دارد، آن هم مایم. دولت هم مایم، شهروند هم. دیر و یا زود این را همه میفهمد. کمی بینیم چی کار باید کرد. هیچ گم نه، بخیر است. بایسته اوی امروز سردارم سردارم بپروا باش خاقان، خوبم. انشالله تو هم خوب میشو. شکر خدا خوب هستم. اگر تو نمی بودی ممکن میمردم. خاقان بیا مان این گپ ها را. اجل وقتی آمدنش نست تو میپرسد و نه از من. تجهیزات چی شد؟ به دستمان رسید؟ متخصصان دیده میبرایم. تو باشه حالا خودت را آماده مکن و تو بسیار گپ زدن ممکن نیست. حالا کار بسیاری به دوش داریم. فهم سردارم. آفرین. سردارم ترسیدم که با شما چیزی رخ میدهد. نه ضرره ندیدم. تو چه حال داری؟ کمی پایم عیب شده است. یک چند روز باید احتیاط کنم. ثبت ها در کجاست؟ در فیته ها. فیته ها کجاست؟ در خزینه. خزینه کجاست؟ سوخته خاکستر شد. از متخصصان تکنیکی بهترینش را طلب کردم. فکر میکنم که شاید یگان چیزی به دست بیاریم. سردارم در ماشین بودند. گفته بودید به یاد دارید؟ بله، خیلی خوب به یاد دارم. این جایی که ملکه را با آن مرد دیده بودم، جایی که عکسشان را گرفته بودم. پس ملکه همان شب به خزینه آمده است. کاش مطمئن شوم. دیگر چی جای شبهه سردارم؟ همه چیز معلوم است. حداقل یک دلیل به دست داریم که وقتی دومش را زیر کردن آواز نبرارد. به ملکه یگان چیز اشاره نمی کنیم، فهمو؟ ذره نفهمد که نسبت شبهه داریم. لبای زنک؟ نجیب در کجایی؟ در هوای استراحت دارم. زنک در کجا شوم؟ در کار. توبه نجیب، به تو سوال هم داده نمی شود. الپرین زود زورت فراموش نکن. الپرین کیست؟ توبه کردم. شوخی کردم زنک. خواهر شما یگان چیز تیار کنید توفه باشد از من. رانو و ملکه رو خبر میکنم. تو ممدوحوی گیت رو بیار. ملش تو ملکه رو بگو مرحمت کند. خیر تو بگو. همه امان میدانیم اگر خواهیم که صاحب ملک بودن امان را نشان دهیم و آن را ادامه دادن خواهیم که هدف ما همین است. به ما بینظمی لازم. بینظمی، شور انداختن و ترور. این سه شاهرگی ماست که از آنها قرض داریم. درست است. مردم کشا چقدر ترسن همان قدر انتظار نجات دهنده میگردن. اصول قدیم است اما اعلی است. گرچنده که نفران آن را خاطره دانسته افشا کردن شوند هم تاثیرناکیش محفوظ است. برای به زانو شناندن مردم نزد نجات دهنده مشکلی نخواهد شد. درا سردارم اتنا. بیا اتنا بیا. ما قوایی هستیم که تکیه میکنند. یعنی صاحب اصلی این دیار موزن اگر دست چپ و راستش را استفاده بردن نتواند در پا زیاد نمی ایستد. یعنی سردارم؟ یعنی فاروق معنیش این است
گروه راست را که اداره میکند ما، گروه چپ را که اداره میکند باز ما. میبینی که طرفدار شب در مرکز سودا ماده ترکنده گذاشته، تو غیر را به قتل میرساند. باز میبینی که تاجری دیگر در دیگر جا کشته میگردد. مردم همیگل فکر میکند. اول کدامش؟ به من باشد دست چپ را انتخاب میکنم، لیکن کار را پیکاس سر کرده است، میخواهد دوام دهد. عین حال حزب جهاد فعالیت نشان داد و اجرای کار به منفعت کار است. دیگر عملیات در این وقت آنقدر اعتمادناک نیست. در سال 2000 نه 70 و 80 رسمای تغییر کننده نسبت به دادستانهای دولتی بد نیست. در این مسئله باید بیشتر کار کرد. این دو هجوم به شهروندان هراس می‌دهد. دولت را ضعیف نشان می‌دهد. آدمان که زیر محافظ بودنشان را فهمند بر امر آماده می‌گردند. سردارم سخنت را میبرم لیکن معلوم است که حقوقدان ها مرکزی تشکیل دادند که میخواهند در سر قانون تغییرات ها جا کنند. دیده برآمدن مسئله ترور را در مد اول گذاشتند. انا همین کار مرا میترساند. سخنهای آزادی وارد شوی به اروپا، دیده برآمدن سر قانون معنای ضربه زدن بر سینه ما را دارد. پس حزب جهاد را با آنها حواله میکنیم، با یک تیر دو نشان میزنیم. شریعت آمد از گفته غوغا میبردارند. و برای سیاستمداران نو مانعی ایجاد میگردد. به فکرم پیشنهادی خوب است. پروکورور آقای سوهم یک وقتا حزب جهاد را بازپرسی کرده بود. میبینی که این هم سبب میشود. با زمیان رسم های تحقیری پیدا گردد، بالای سوختن مکاب می شود. آقای دادستان، قبلا دیسک بیریان شده را دیده بودید؟ نجیب سردار خیره میتابند. چیکار کنیم؟ متخصص اعلای تکنیکی می آید. داهی کامپیوتر گفتن. نمیدانم یگان چیز میتونسته باشد. بیا. سردارم متخصص کامپیوتر آمد. در آید. سلام سردارم، من متخصص عاطف. دیسکایتان همینن مگر؟ متخصصی به همتایتان همین است؟ مسئولان این ساحه همین خیلند. با کامپیوتر چنان ارتباط بنیاد کردن که از دنیا کنده شده اند. خوش آمدی عاطف. کن اینها رو یک ببین. حالتشان بد است اما گفتن که تو کاری کرده میتوانی. عاطف، یگان امید هست؟ آقای پروکورور، اینها همه مردند، به احوالشان گریستن در کار. اینقدر تعریفت کردن همین است سخنت؟ آقای عاطف، در این دیسک معلومات هایی هست که برای دولت خیلی و خیلی مهم است. می شود. من اینها را جراحی می کنم. اگر نشد رمزها و هارد دیسکایشان را در کامپیوتر دیگر رندر می کنم و بعد انتقال عکس می دهم مثل انسان. بعدتر ریلود می گیرد و بعد اپگریدر می کنم. با خدا اگر چیزی فهمیده باشم نجیب نباشم. گوش کن چی که میخوای بکن، مهم که چاره بیابی. خاطر نشه سردارم، چه که در دموکراسی چاره و تدبیر به آخر است، در تکنولوژی هم همین طور است. کاری که به ذمه ما سر میکنیم. ما هم کار خودمان را میکنیم. بچه ها مرکز های خوبی سودا را دیده میبرایند. معلومات لازمه را با بالا میرسانی. دری خزینه مالی را کشایند. آن طرفش را فکر بکن. در این حال بخیلی نمیکنند. سردارم، جنیدی که ضربه زد بی جزا میماند مگر؟ نه اتنا نه. نمیگذاریم که تا گویند که نه انگوشه از پلیس ترسیده است. کاری کرده این آدم را باید بکشیم. از کجا دونیم؟ ممکن اتنا و مرا هم فروخته باشد یا اینکه میفروشد. بیا. سردارم تلویزیون رو بینید. محترم سردار، پیشنهاد
سنجش قرار دارد. آیا مسئله کردها در سر قانون دیده می شوند؟ چطور که میدانید سر قانون کشور تجدید نظر میخواهد. اولا هدف ما سر قانون را باز هم دموکراتی کنانی است. به شما هم گویم سر مسئله کردها هم تبادل افکار میکنیم. خیلی خوب. محترم دادستان، چند روز قبل در رسانه ها عاید تحقیر شهروندان اصلی سر و صداها موجود است. شما در این باره چی گفتنی دارید؟ اینها مسئله های سیاسی و من حقوق شناسم، موضوع من نیست. محترم دادستان، در کشور برای بنیاد دولتی نو در مسئله کردها و ترور چه شرح داده می توانید؟ این سخنهای بی‌معنی را کی میگوید؟ چنین شدنش ممکن است که همه گونه حادثه گشاده روشن گفته شود. شرح لازمه را در مدت کوتاه تقدیمتان میکنیم. حاضر با اجازت شما. مرحمت. آقای عمر. بله. من رانا توپال، روزنامه‌نگاری آزادم. خیلی شادم. اما می توانم با شما درباره شرق کشور و ترور در علیحدگی صحبت کنم. با من؟ بله. شما نفری هستید که بی‌واسطه به این کار مشغول هستید. عاید این موضوع تحقیقات ها گذرانیده اید. شما راه راضی کنندن را خیلی خوب می‌دانستید. وقت داشته باشید امشب مهمانداریتان میکنم. صحبت میکنیم. زنگ زنید. تشکر زیاد. پس امشب مهمان شما میشوم. باری دیگر تشکر. چی خوب که از نجیب هم خلاص شدیم. خبری بد خیلی زود پهن می شود. زنی نجیب خبری برگ نجیب رو می دهد. هنر پا؟ خوبم. شما خوب هستید؟ روز تولد الپرن؟ امشب؟ اکای نجیب هم می شوند؟ چرا دیر گفتید؟ مایلا شبا جان می آیم. توبه کردم نجیب نمرده است. حاضر بازنش گپ زدم. نشان نوبتی تو دشمن دین پروکرور کافر است. کسی این آدم را به دوزخ روان کند جنتی است. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. و علیکم سلام. شنید. با رفیقمان مرد شناس شوید. از این پس رفیقی هم دعوای ماست. سلامت باشید. تشکر. سلمان دادرمان دانشجوی حقوق شناس است. بعدلیه بی عذاب می درآید. این رفیقان را در امر تو می دهم. کار را یک جای حل می کنید. از آنجا با تکبیر و صلوات می براییم. پروانه کن خدا با ماست و ظفر از ماست. لیکن یک چیز ناروشن است. مرحمت. نمی شود که ما به اداره عدلیه هجوم نکنیم و خود این سوها را تنها دستگیر کنیم. آخر این آسان است. نه، نمی شود. آن وقت با ما مناسبت دلخواهشان را می بینند. ما می خواهیم که همه مردم دانند که ظفر اسلام قریب آمده است. حتی تمام اخبار عامه آنجا میشن و آوازمان را هم می براریم. شما گفته های ما را اجرا کنید. باقی چیزی را فکر نکنید. من کار دارم، می برایم. برادر مرد، هر دو به تو امانت. با جان و دل، با چشم. با جان و دل. بیا. محترم سردار، دادستان سوها آمد. اجازت ده. مرا دعوت کردید؟ سوها باز این تغییرات سرقانون از کجا برآمد؟ خودش چی گفت؟ سردارم چنین روش خوب نیست. در این کار دست سیاستمداران، اخبار عامه و دیگر گروه های جمعیتی هست. روبرو شدن دشوار است.
من بیهوده این سالها نگاه و بینت کردم، تو را دستگیری کردم، به من مشکلی ایجاد کنی گفته؟ نه سردارم، من مقابلیت نشان دادم، اما تنها آوازی من صدا نمی دهد و قرار تقصیر نمی کند. از جمله پروفسور آقای عمر یک روی دارد، احتمال در آخر تغییر می یابد. تغییر نمی یابد. چی ارزش داشته باشد هم تغییر نمی یابد. مجلس نمی شود. سوها این وطنی با جان و دل برابر را با ترورستان و خائنان نمی دهیم، همین خیل نه؟ چی ها گفته ایستاده سردارم؟ سوها اگر لازم شود جنگ با دندان میکنیم، همین خیل نه؟ جانمان؟ میدانی برای چی؟ چرا سردارم؟ زیرا دولت هم مایم، ترور هم مایم. ترور نباشد پول به دست نمی آوریم، پول به دست ناریم ترور کردن نمی توانیم. پس چی می شود؟ نست می شویم. فهمیدی مرا؟ چی که خواهید اجرا میکنم؟ فردا مجلس نمی شود. چگونه؟ درباره مجلس چیزی میدانید؟ میبخشی گفتنی بودم که از آنجا چیزی نمی براید. از غضب زبان هم آمیخته می گردد. میلش تو رو برای مجلس آینده تیاری باید بید. با چشم سردارم. برادر آن همین است. امشب سلا را در همین حاجت خانه میمانم. مجلس در همین اتاق می شود. نمیفهمم آخه چرا برای یک پروکورور به مثل ریم با رفتار میکنیم ها؟ یک کس رو پراند. همین خیل نه؟ ها؟ سرحد همین خیل امر کرد. او درستی کار رو میداند. خب میلش. ها عاجلا باید بخوریم. میلش امشب به مزار پدرت بیا. مزار پدرم؟ مزار مرد ایون رو نمیدانی مگر؟ میدانم. حالا با مفهوم پدر عادت نکردم. انتظار میشوم. میلش. سلام. رنا خانم خوش آمدید. خوش باشید. بفرمایید. مرحمت. تشکر. خوش آقای عمر سر میکنیم؟ البته مرحمت. خیلی خوب. ما آماده ایم. پدرت در همین جا خواب است. چرا نه با نام اساسیش؟ وصیتش همین بود، کسی نداند گفته. نقشه کشتار دارند. سوهانان پروکورور را کشتن میخواهند. من هم دوستش نمیدارم لیکن چی؟ پدر یک رفیقی نزدیکم است. وگر نکه ها خودم میکشتمش. همان نفری که آیلت را حقارت کرده بود. خودش. پس من برای مردن آن به تو فرصت. حتی این آدم در کارهای حرام دست دارد. بگذار کوزه در لب آب شکند. من به کشتن یزید نیستم، لیکن هجوم به عدلیه بعضی دشواری ها ایجاد میکند. در آنجا حقوق شناس های بناموس هم هستند. کار دولاب میشود، شور و غوغای زیاد میخیزد. حاضر که وقت هست حزب جهاد را نیست و نابود کنیم، همشان را پرانیم. نمیشود، سر و سیمه نشو. حالا تمام ارتباط های گروه را نمیدانیم. اگر حاضر گروه را به کلی نیست کنیم دیگرش پیدا میشود، حتی بزرگترش. اما با تو میگویم که بیگناهان میمیرند. آنها بیگناهند؟
медони одамони бегуноҳи гуфтат пагоҳ барои чӣ ҷамъ мешаванд? барои чӣ? 100 сол аст ки хуни шаҳидон рехтааст ва ҳоло мехоҳанд ки роҳе ёбанд то бо террористон сари миз шинанд. то ҷиддӣ мегӯӣ? танҳо ин не, нақшаи асосии сардори террористонро аз ҳабсхона баровардан аст. касе ин корро мекунад ватанро пора карданист ва онҳо бозичаи қувваҳои берунанд, нақша доранд то сарқонунро иваз карда дасту пои давлатро бибанданд. ту ҳоло бисёр чизҳоро намедонӣ, мефаҳмӣ? ман ин мавзӯъро фикр накардаам. ту ҳоло бисёр чизҳоро намедонӣ, мефаҳмӣ? ба ту мегӯям, на ҳама чиз ба мисли дидат аст. маълум нест ки дасти кӣ дар кисаи кист. ҳайрон машав вақте ки ватандӯстдор хоину хоин ватандӯстдор барояд, мефаҳмӣ? аввал моҳияти маҷлиси пагоҳинаро донистан мехоҳам. бигӯед ки чаро тағйироти сарқонун ин қадар муҳим аст? барои пешрафти ватану миллат лозим меояд ки чаҳорчӯбаи демократияро боз ҳам васеътар карда, озодии забону нажоду эътиқоду динро дар чаҳорчӯбаи сарқонун ҷо кард. мефаҳмед? вагарна давлат аз пешравӣ ақиб монда ба кишвари торик мубаддал мегардад. албатта ки шахси боақл инро намехоҳад. шумо ҳамчун шахси зиёӣ бо ман розӣ шуда метавонед? албатта. барои ҳамин аз ҳалли камбудиҳои забон бояд оғоз кард. ба фикри шумо ин кори дуруст аст? чандин сол пеш эҳтироми забонро дар амал нишон додем. ҳатто бо забони курдӣ ахбор ва сурудҳо хонда мешавад, ҳамчунин рӯзномаҳо, маҷалаҳо ва китобҳо чоп мешавад. лекин то ҳол масъала ҳалли худро наёфтааст. чаро ҳал намешавад? ҷавобаш хеле осон аст. аммо чораро бояд дар дохил нею дар дигар ҷо бояд кофт. масалан куҷоро кофтем? мисли швейтсария хостем, аммо англияро кофтем. мисли эрон хостему ирландияро кофтем. ва мисли олмон хостему мисрро кофтем. мефаҳмед? ҳолон ки чизе ки гум шудааст ҳамонро бояд ҷуст. бале, ҷумлаи даркориро гуфтед. мо фарҳанг ва идоракуниамонро барвақт гум кардем ки он бародарӣ ва баробарӣ буд. ҳама мисли дарахт озод буд ва мисли ҷангал бародар буд. ана ҳамин тавр. лекин инро бахше намехоҳанд. мутаассифона дар ин роҳ даҳҳо, садҳо, ҳазорҳо шаҳрвандонро аз даст додем. магар ин тасодуф аст? ин тасодуф нест. хостаатонро вирди забон меорам. дар паси ин корҳо кӣ меистад? гурӯҳи террористони эргенком? падаратро фикр кун. барои ин давлат солҳо хизмат кардааст. аз додани ҷонаш натарсид. ҳозир ӯро аз дигарон пурси 100 дурӯғ мегӯянд. зеро сиёсатмадорон одамро чун латта истифода бурда мепартоянд. ин хоку марз, ин ватан бисьёр ҷавонмардоне бо шарафу ба номуз, бо виҷдону ба имонро дорад. мо ҷонамонро барои ин ватан дар гарав мондаем. дар ин раҳ мурдан ҳаст, бозгашт нест. онҳо ҳуқуқи инсон гуфта ватанро мефурӯшанду мо чашм пӯшем. бале, ин равишамон хуб нест. аммо чаро бо як тирду нишон назанем? рост мегӯӣ. танҳо як прокурор меравад. ҳатто прокуроре ки кайҳо сазовори марг буд. инро гир. дар дасти ту истад. силоҳ? силоҳи падарат. пеш аз мурдан ба ман дода буд. гуфта буд ки ба йигитам биде. акнун навбати ту. ҷасорати падаратро дар ту мебинам. акнун навбати ту.
در 20 سال اخیر جنایت ها، سوءقصد ها و ترور ها را ارگنکام کرده بود، اما این را نه همه کس زود باور میکنند. میفهمید؟ لیکن این حقیقت است. چرا ارگنکام زوال گروه تروریستان را نمیخواهد؟ چون که 20 سال است که ارگنکام ترور برای فایده خود استفاده میبرد. چون که اگر ترور نشود، نقاب وطن دوستداری ارگنکام که سالهاست استثمار میکند به زمین میافتد. عیان میگردد که ارگنکام این خود پارچه از ترور است. این حقیقت است که روزانه در حبسخانه ها قهرمانی نشان نمیدهند و حتی بر روی مردم نگاه کرده هم نمیتوانند. پس در این حالت چی باید کرد؟ یعنی این گفتگوی شما خیلی کاری بزرگ است. این ادعای بزرگ است. بله، اما اثبات کرده می شود. چه خیل؟ به شما بر این روزنامه نگاران تحقیقاتچی را به شرق کشور برای تحقیقات ترور و ترکش‌های پی در پی دعوت میکنم تا کمی هم باشد سهم خود را گذارید. روز شهید شوی 33 نفر را ببینید. رئیس جمهور از کیها گزارش طلب کرد. 37 نفر در مهمانخانه سوخته شد. کدام جیانی وزیر را در همان روز مسئول بخش تروری همان منطقه تعیین کرده بودند؟ همه اینها درست است. روی این کار کنید. نتایج کار را با چشم خود میبینید. در سرحد 10 شهیدها را از دست میدهیم. این تلفات برای نفع کیست؟ ارگنکام در کجای این کار است؟ از شما بر این روزنامه نگاران فعال خواهش و طلب میکنیم که دنبال این کار شوید. ببخشید آقای عمر. لبای ممدو. فراموش کردم. اپای هنر زنگ زده بودند. چی گفتی؟ پایت معیوب شده است؟ مایلش تو رو آمده میگیرم. حاضر گپ زدن نمیتوانم، خاموش میکنم. خیر، مرا ببخشید. تعجیلا باید نفری رو ببینم. انشالله باز با میخوریم. هر وقتی که خواهید. به شما تشکر زیاد. تا دیدن. تا بازدید. حسابی ما را بیارید. با سخنهای پادر هوا هجومی که به من و روزنامه نگاران کردند، این هجوم به کشور بعد لحظه از عقب روی سخن میکنی، بعدم به دموکراسی میگذاری. کشور دموکراتی این حمله نشان میدهد که کشور چگونه به عقب رفته ایستاده است. نه نگفتم. تو تیوار یک گپ رو تکرار میکند. دخترم در را کشو. الپرین بیند، من شمها رو میگذارم. امشب شبی من است، امشب شبی من است. ملا شد، من خودم میبینم. امشب شبی من است، شبی من است. سلام اکای نجیب. خوش آمدی ملکه خانم. مرحمت درا. با فکر من کمی بر وقت آمدم. کی بوده است؟ ملکه دخترم، خوش آمدی. خوش باشید. نجیب، چی دختر رو در پیش در انتظار میکنی؟ بیا. خوش آمدی. ممدو، یک لحظه است. مثل کودکان بیادب هستی. چرا در راهت راست گشته نمیتوانی؟ گوش کن رانا، آخرین بار میگویم، بیخی گوشم وینگ وینگ نکن. به این هم پایم درد دارد. 2 تا درد رو برداشته نمیتوانم. خدای توبه، فکر میکنم که بمب زیر کرده ای. رفتیم. دستم را دار. چی خوب است برای انسان که رفیق حیاتی دارد و در وقت ضروری دستش را میگیرد. همین خیل نه؟ رفیق حیاتی گفتی؟ توبه کردم، گفتنی بودم که رفیق در حیات داشتم. زود به خود نکش. شد آخر زبانم لغزید. شد. ممدو، وزنت رو با پایت بر نکن. گفتم نمیشنوی؟ خدا.
خوش آمدید. میمدو با پایت چی شد؟ خوش باشید. هیچ گپ نشده است. میخواهد دقت جلب کننده باشد. سبحان الله. یگیت آمد؟ نه آمد. او رو خبر کرده بودم. نمیتونم، شاید آید. بیا درو. آیسته. دنیا را دیدی برادر، و جز تو همه را حل دارد. باز یک سال دیگر کلان شد الپرین. کنگر الپرین، زاد روزت مبارک باشد. خداوند به تو عمر درازی با برکت عطا بکند. این از من و مادر و اپت میلش قناعت کن بچه، قناعت کن. کارمند دولتی؟ این خیلی نگویه. من پدر و مادرم رو با توفه عوض نمیکنم. همینش برایم بس است. بچه جونی یک توی من. انشالله تویت رو هم میبینم. زنک صبر کن. در این قطار مجرد ها بسیارند. قطار رو ویران نکن. مبارک دادر جونکم. مبارک شود. اکا یگید چرا ناومد؟ نمیتونم، شاید می آید. انا این توفه از نومی من الپرین. دیدی بستم، و جز تو همه شادی میکنند و میخندند. قهرمان شدن دشوار است برادر. در این دنیا مرا تنها تو میفهمی، و تو هم به فکرم چندان درست نمیفهمی. زیرا تو هم قهرمانی ساخته ای، قهرمانی خیالی. قهرمانی ساخته و خیالی قهرمان نیست، تنها یک آرزو است. عدالت گفتی، عدالت جستی، ولی کجاست عدالت؟ کجاست؟ خدایا من عاقبت دیوانه می شوم دوستم، دیوانه. فهمیدی؟ همدمی دیوانه تنها می تواند دیوانه باشد دوستم. می فهمی؟ مرحبا. تشکر. تشکر. گیرت مرحمت. گیرت دوچه جون. حاضر می آیم. سردارم بخیر است؟ به کجا؟ هیچ گپی نیست. یگیت در ما چنین عادت است مگر که به سلام و کلام هدیه گذاشته روند. این رفتار ضد عادت ما نیست؟ سردارم من دیگر راهی معین ندارم. درست میگویی. کمی راه را گم کرده ای. دروغ نیست. سردارم التماس، میدانید که با شما بحث کرده نمیتوانم.
بیا به خانه درویم. مایلش ما رو گذر کردی به خاطر الپرین. نه سردارم، هر لحظه میتوانم طبع شما را خیره سازم. گوش کن، به حافظ توی نمی شود. دهانمان از رفتن تو بمزه شده است. بیا درویم. مرا به حال خود مانید سردارم، به فهمش خودم. مطمئن باشید این به فایده هممان است. بله سردارم، به شما شب خوش. یگیت مرا سردارم باید روم. چون پرنده بدان میافتی، به ما بیقنات هستی. مرا بیست. سردارم در من نه پرمانده است و نه بال. احوال منی به کس و تنها را نمی بینید. اگر خواهی به من داد بزن، چی که در دل داری خالی بکن. میدانی که تو را تنها من میفهمم. مرا خواهش میکنم. خدا از شما راضی باشد، لیکن مجبورم. پخ پخ پخ. دادت باز کجا شد؟ نزدش نفری هست؟ یگیت است؟ اکا یگیت اومده. یگیت در اینجا. بیا میمدوک، با فکرم یگیت به خانه در اومدن نمیخواهد. باید رفته گپ زنیم. نه من نمیروم. به این هم پایم درد میکند. کمی طاقت کنی چی میشود؟ نه به خدا نمیروم. بیا مان. توبه، مثل عروس ها دائم ناز میکنی. یگیت اکا یگیت کجا شد؟ رفت. مرا گفتم اما رفت. ببین به تو توفه آورده است. توفه رو چیکار کنه وقتی که خودش نباشد؟ او چرا رفت دادا؟ من او رو یاد کرده بودم. شاید من با او زنگ زنم. زن. تو زنگ زنی انیق می آید. غمگین شود همین خیلی رفتار میکند. رفتیم. جواب نمیدهد. جواب نمیدهد؟ آنا کی مثل عروسک ناز میکند رانا؟ تو خاموشیست. تو نسبی مرا مسخره کردی. میمدوک توپال. چی ناومد؟ ناومد. حتی خاطری الپرین را هم نکرد. با این بچه چی شد؟ انیق دردی دارد. همه ما ناحق نباید باشیم. ممکن یگان کار داشتگیست. اپای ملیکا، یک بار شما با اکا یگیت گپ زنید؟ شد، این موضوع رو محکم کردیم. باید به انتخابی کرده مردم احترام داشته باشیم. یگیت میدانی چی کار میکنی؟ چی کوشش ها داری؟ من مست تو دیوانه من را کی برد
خانه 100 بار تو را گفتم ای خدا وای این همان خیری نیست مگر؟ یا خدا من نیست شدم مردم مرا معاف کردی استانبول تو مرا کشتی نیست کردی سلام برادر سلام جناب سلام ببین تو هم مثل من تنهایی چرا اینقدر نوشیده ای؟ کی؟ من؟ چرا نوشیدم؟ نوشم هم مست نمیشوم 7 اندامت را ببین من ننوشیدم این یادی گذشته مرا مست کرد نخود یادداشت‌هایت از چند قسم عبارتند؟ 180 ای خیری احمق ای خیری ابله جای کاری خوبی هم داشتی قدرش رو ندونستی ای کله پوچت پوست من هم مثل تویم سرکمسر یگید جناب خیری من احمق اصلا زیاد نشدم آیا من خواب میبینم؟ خواب نیستی خیری بیداری این چه احوال است باز نوشیدن را سر کردی ها؟ نه ها؟ بمانده چی؟ اکا من کودک بودم پدرم مرا مجبور می‌نشاند این زار مونده رو همش عیبی او همش کاری او اکا جون من شما رو خیلی یاد کردم گپ نزن اکا جون بیایید به آغاش گیرم بیایید اکا جون ایستا اینقدر بو میکنی اینقدر بو بعد اگر گوگیر زنم در میگیری رفته راگر آیسته اکا جون تو رو احتیاط کن راگر کردم من مست آیسته از این زندگی بیزار شده کجا شد آن دورانی گذشته خیری اینقدر واهمه نکن خیری ما احوال پیشینت را نظم میدانیم من در کجا؟ با من عرق بیارید برید این را از اینجا گوش کن مرا خیری اگر یک باری دیگر عرق نوشت را بینم سرت را میکفانم فهمیدی؟ دیگر نمی نوشی فهمیدی؟ تمام سرکمسر یگید اطاعت میکنم الکی بس کردم توبه کردم گوش کن خیری من حاضر میروم ولی گاه خبر میگیرم برای تفتیش اگر باری دیگر عرق نوشت را بینم سرت را میکفانم فهمیدی؟ نروید فهمیدی؟ نروید سرکمسر نروید عقلا شما مرا تنها نگذارید تنهایم ای دوستان برادرم مرد همچون فراش واردی بینا میگردد سلاح را از درون گرفته به شما میدهد فهمیدید؟ تمام فهما سردارم مرد برادر نظر کردن اطراف به ذمه تو میگردد همه تان تالار مجلسگاه را میدانید بله میدانم نباشد همه چیز آماده است کنی بینم شما را غزوات مبارک شود بر کافران رحم نکنید با کافران؟ پروکورور را میگویم کارتان را میبینم به ما یک بار دیگر ظفر اسلام را نشان دهید رفتیم سلمان تو کمی صبر کن
рафтем. меравем. خوش چی به دست آوردی؟ با عذاب سر دارم. سوخت است اما قسمت خوردش کمی سلامت است. در درون اینها حافظه های مخصوصی شو هست فهمو که فهمو یگان چیز مگو التماس. من دیگر یگان چیز رو نمیفهمم. چی به دست آوردی همان رو بگو. بیا. ممدو چرا به کار آمدی؟ نگفتم که خواب رو استراحت کن. گفتید لیکن خواب رفتم و خوابم نبرد. سردارم من بیکار ایستاده نمیتوانم. خوب عاطف چیزی به دست آورده است. چی به دست آوردی عاطف؟ نمیدانم. ثبت جلسه ای باشد. خیر مان گوش کنین. زود باش. لیکن بعضا آواز گم می شود. اندر شد. آتنا با کردانه خود با یگید روبرو می شود. در حیات شخصیش بدتر آتنا را با ساختار ما جلب می کند. البته که تو سویا هم از دست اومده را کردی. همینقدر؟ ای از حافظه سوخته شده همینقدر هم برآمد است. البته شکر کنید. سویا، آتنا اینها کی باشند؟ معلوم است که نفرانی می باشند که نزدیکان یگید می باشند. نقشه های برباددهی یگید. سند را دسترس کردیم. اتینا کی باشد؟ کوری کرده زرد رو از بین میبرداریم. چه خیل میکنی؟ من نه، تو میکنی. من؟ چه خیل؟ من کسی رو کشته نمیتوانم. اینها کودکانی تو اند. بله، چی ارتباطی دارن؟ نادرست نفهم. شخصا من مرگ کودکان رو نمیخواهم. میدونی مرگ کودکان در کشور ما نظر به اروپا خیلی زیاد است. شما چی گفتنی هستید؟ یا زرد یا کودک هایت. آدمانی ما هرگز به اشک چشمانی تو نگاه نمی کنند. شما دیوانه شده اید. دیوانه. میلش مدامی که نمیخواهی. ایستا شد میلش. آقای دادستان، سردار از ملیکه شبهه دارد. دختری در نزدیک یگید بوده. معشوقش؟ بله بله همین خیل. زحل شاهد پنهانی جنید زرد. چی نقل کرده بود به یاد دارید؟ بله بله. و فکرم این همان نوار دوباره است. به این باوری دارید؟ مطمئن نیستم اما دلم چیزی رو حس میکند. سردارم بهتر از خود جنید پرسیم. حتما او میداند. من میروم. من هم میایم سردارم. در ماشین میشینم. با همین احوال؟ هیچ غم ندارد سردارم. خوش نباشد بیا رفتیم. مرحمت. تشکر.
بفرمایید. واخوری های امروز سر میشوند آقای عمر. میبینیم چیزی که برای وطن و ملت و خیر باشد همان را میکنیم. معذورم دارید، ببخشید. اول من میدرایم، بعد از 15 دقیقه شما میدرایید. در حاجت خانه وا میخوریم. ها، تنها پروکورور سوها یگان کسی دیگر را حتی آزار هم نمیده. فهمیدید؟ مایلش برادر. خب آقای دادستان حادثه رخ داده رو شرح دهید. کی گفته است این خیلی گپ نیست؟ آقای دادستان حداقل در روح ملت سنگ نگذارید. حداقل یک مرتبه. رانا خانم پس شما تغییرات را کنید. اگر کنم هم از شما بهتر میکنم. چیکار کنیم هم از دست دوستداری وطن میکنیم. میخواهم که کشور به دست بیگانگان نافتد. شکر که این دوستداریتان مانده است، وگرنه به سر ملتتان تیر خالی میکردید. هرچند کاری نکرده اتان نمانده است. دوباره هم صحبتت نمیشوم. چرا او به ما چیزی نمیگه در این باره؟ تشکر. با کجا؟ صبر کنید. با بیمار خوراک آوردم. مایلاش گذار. شما کیستید؟ حجت دارید؟ من ادوکاتم. نو به کار آمدم. این یاردمچی من. مرحمت حجتای ما. مرحمت گذارید.
як бори дигар гузаред. дар ҷай батон чӣ доред? нишон диҳед. хуб гузаред. سلاح را گیرید و انتظار شوید. من در نزدیک های تالار مجلسگاه می شوم. مجلس که سر شد به شما خبر می دهم. انتظار می شویم. احتیاط کنید. تو در ماشین انتظار شو، هرگز نفرو. من با زرد گپ میزنم و زود میآیم. فهمو سردارم. اینها در اینجا چی کار میکنند؟ چی هم شد؟ این صدای چیست؟ ایست! چیکار میکنی؟ آواز سلاح. زود زود. یاری دهد. یاری دهد. نیست. نپران. 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 ایست پلیس! ایست! دور شوید! نزدیک نشوید! لبای سردارم. مندو در درون با سلاح حمله شده است. زخمی دست و گریخت. فهمو سردارم. Volkan.
آخر مرا کشتند. شد کشتند. آروم شو. یک طرف ایسته. ایست پلیس. احمق به همه کوربینیش رو میخلاند. مرده است. آقای جنید، چیزی که میدونی حاضر با من بگو. در بینتون اتینا نام آدم هست کیستون؟ نه. اتینا ملک است؟ دختری کبوتر ملک است؟ کمی دیگر غیرت کن. این رسم رو بین. همین دختر است؟ کمی دیگر با خود بیا. بگو اتینا ملک است؟ کش. کاش که همین کار رو به آخر رسانیم. با اجازت شما مجلس را آغاز میکنم. چطوری که میدونید فرصت پیشرفت کشور نصیب ما بوده است. مجلس سر شد. برایید. رفتم. صدای تیر می آید از طرف مجلسگاه. زود باشید.
مرید کافران حرام. الله اکبر الله اکبر. سوها چی گپ خودش؟ پروکورور سوها از طرف حزب جهاد به مرگ محکوم شده ای. مرد کافر حرام. نابکاران اینا همه رو میکشند رزیلان. الله اکبر.